مذاکرات اینجوری شروع شد. رهبرم ای مقتدای خاص و عام، رهبرم ای حجتت بر ما تمام، با سرانگشتت به جوش آیی ما، مثل طوفان در خروش آیی ما. بعضیا فکر میکنم فقط باید مشت گره کرد و داد زد. نخیر، با توافق موافقیم. هر که میشد برد از کیسه ما برد که برد این بوداری همه را برد که برد. باز هم اسلام اگر بیند خطر، کربلای دیگری برپا کنیم. درس کربلا برای ما مذاکره در چارچوب منطق و موازین است. خب این معناش این است که با توافق موافقیم. از آن مترسک کاکل طلا نمیترسم. نه، نرمش قهرمانانه.